سلام و همه وقتتان بخیر. امیدوارم شاد و سالم باشید. خوش آمدید به چنل یوتیوب خانه آموزش و آموزش زبان انگلیسی از صفر. در این ویدیو میپردازیم به موضوع حروف ترکیبی که حروف ترکیبی هم بخش مهم از آموزش زبان انگلیسی هست و در ابتدا حروف ترکیبی رو به طور لیست قرار دادیم. حروف ترکیبی از ترکیب دو یا بیشتر از دو حرف انگلیسی به وجود می آید. اولین حروف ترکیبی حروف SH است. هرگاه این دو حروف SH کنار هم قرار بگیرند صدای شین را می دهد. مثال شی به معنای او که اشاره دارد به او خانم، شرت به معنای لباس مردانه، واش به معنای شستن. حروف بعدی حروف ترکیبی C و H هست. هرگاه این دو حروف C و H کنار هم قرار بگیرند صدای چ و کاف را دارد. مثال teacher به معنای معلم، school به معنای مکتب. حروف بعدی حروف ترکیبی P و H هست. وقتی این دو حروف P و H کنار هم قرار بگیرند صدای ف را می دهد. مثال فون به معنای تلفن، فوتو به معنای عکس. حروف بعدی حروف ترکیبی K و H هست. وقتی این دو حروف K و H کنار هم قرار بگیرند صدای خ را می دهد. مثال خلیل. مثال بعدی خان. حروف بعدی حروف ترکیبی Z و H هست. وقتی این دو حروف Z و H کنار هم قرار بگیرند صدای ژ را می دهد. مثال مژده. حروف بعدی حروف ترکیبی T و H هست. وقتی این دو حروف T و H کنار هم قرار می گیرند صدای س و دال را می دهند. مثال father، think فکر کردن. حرف بعدی حروف ترکیبی T و U هست. وقتی این دو حرف T و U کنار هم قرار می گیرند صدای چ را می دهد. مثال picture به معنای تصویر. مثال بعدی future به معنای آینده. حرف بعدی حروف ترکیبی D و U هست. وقتی این دو حروف D و U کنار هم قرار می گیرند جو خوانده می شود. مثال education به معنای آموزش. حرف بعدی حروف ترکیبی S و U هست. وقتی این دو حروف S و U کنار هم قرار بگیرند صدای ژ را می دهد. مثال measure به معنای اندازه‌گیری کردن، treasure به معنای گنج. حرف بعدی حروف ترکیبی T I O N. وقتی این چهار حروف کنار هم قرار بگیرند شن خوانده میشه. مثال action به معنای حرکت یا عمل، option به معنای گزینه. حرف بعدی حروف ترکیبی SION هست. وقتی این چهار حروف SION کنار هم قرار می گیرند صدای ژ را می دهد. مثال mission به معنای مأموریت، vision به معنای دیدگاه یا نظر. حرف بعدی حروف ترکیبی CIAL. وقتی این چهار حروف CIAL کنار هم قرار بگیرند شل خوانده میشه. مثال special به معنای خاص یا ویژه، social به معنای اجتماعی. دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این دم همراهمان بودید. اگر میخواهید ادامه درس و ویدیوهای بعدی من را داشته باشید پس چینل خانه آموزش را سابسکرایب کنید و نظرات خود را در کامنت بنویسید.